و علائم یک آرامش پس از یک ستیز ناامنی، آرامش بعد از یک طوفان مهیب در این سرزمین از این تصویر به چشم می‌خورد. دو سلاح کشنده و نابودگر که هر لحظه آماده کشتن بودند، چون دو دوست و دو عاشق سر بر دوش یکدیگر نهادند. در پرتو تفاهم و دوستی، در سایه جگانگی و یکرنگی، مردان و زنان نیز راهی جز این نپیمودند. در پرتو این تفاهم و صمیمیت، مردمان فرصت یافتند تا فرزندانی بیباک و شجاع تربیت کنند تا به خاطر حفظ این آرامش دست به پیکار زنند. ولی پا به پای این جدال صلح‌آمیز در نقطه دیگر حوادث مسیری جنون‌آمیز می‌پیمود. یک اسیان، یک نقش، تمام عواملی که برای ایجاد یک اغتشاش کافی بود ناگهان ظاهر شد. نصرت چی؟ نصرت داداشمون کشت. زندگی رنگ ناآرامی گرفت. مردمان از محبت سیراب نگشته در کام مرگ فرو رفتند. به هر طرف که نظر کردند شعله‌های خشم دیدند و قطره‌های خون و پشت هر در سایه‌ای از دشمن. نه ماسله میخوای بری بانو رو ببینی؟ آره اونا بستره. از ننگ چه زاید جز نفرت، از نفرت چه زاید جز خشم، از خشم چه زاید جز خون. خشم، خون، خشم و خون. و بدین صورت تجلی یک داستان اعجاب‌آور بر پایه‌های کینه و نفرت و خشم در قالب یک فیلم با نام خشم و خون. اگه نجنبی داداش کارم تمومه. تو اونو از اینجا نمیبری، اون یه قاتله. آره میدونم که اون یه قاتله، ولی برادرم هم هست. تا دنیاست دنبالت میام. منم تا دنیاست ازت شرمندم کرد خدا. منتظرت میمونم، بالاخره یه روز برمیگردی. مگه نه اینکه مامال همدیگه. میراثی که از این عشق پاک و با شکوه بر جای مانده بود به صورت لکه‌های ننگ بر پیشانی این پسر جوان تجلی شد. بیا بیرون! فرزند مصمم به کشتن و تشنه خون پدر. اشتباه میکنی پسر. از اینجا برو، وگرنه چی؟ وگرنه خونتو میریزم. آنچه از این تجاوز و عصیان بر جای مانده بود چیزی جز این حکم تقدیر نبود، کشتن عزیزترین عزیزان. و مردی که بار این همه رنج را بر دوش می‌کشید بر سرگذشت خویش نامی جز این ننهاد: خشم و خون. خشم و خون یک تجربه جدید سینمایی است. خشم و خون تجلی یک حماسه پرشور است که گروهی از بهترین بازیگران سینما احیا کننده نقش‌های حساس آنند: سعید راست، محسن سهرابی، کارمن اسکویی، منوچهر احمدی، تجدد، شورانگیز طباطبایی، جنتی شیرازی و با هنرمندی رمضانی فر. یک مرد، یک زن، یک عشق، یک ننگ و سپس هزاران حادثه از مردان خشمگین، از زنان پرتحمل، از طغیان احساسات، از خشم، از خون. خشم و خون، فیلمی به کارگردانی ناصر محمدی، فیلمبردار جمشید البندی، پخش از دیامون فیلم. خشم و خون.